کارمندان شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تایسان در وادی زرافشان ولایت سوخت در جای وظایف خدمتی از جمله حفظ حقوق استعمال کنندگان باعث ترک مسئولیت مناسبت نموده تدبیرهای ضروری را در این سمت راه اندازی نمودند. حمایت حقوق استعمال کنندگان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناکی فعالیت کارمندان مقامات‌های حفظ حقوق از جمله کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته. در این جهت از جانب راهبریت و کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان پیوسته با مقصد حمایت حقوق استعمال کنندگان تدبیرهای مشخص اندیشیده می شود. با کسی پوشیده نیست که به سودا برآوردن مال و محصولات تمغه نشده جنایت است، ولی بودند و هستند نفرانی که این حقیقت عادی را نادیده میگیرند. از جمله سنجش در JDMM 2015 نشان داد که مسئولان متصدیان این ساختار اینجا انبار نگهداری مشروبات اسپریتی بی اکسیز را تشکیل دادند. با مقصد حمایت حقوق استعمال کنندگان معین و آشکار کردن شخصان واقعی حقوقی اینچنین صاحبکاران انفرادی که با استحصال به دست آوردن نگهداری همون نقل و با معاملات برآوردن مال و محصولات تمغه نشده اینچنین مال و محصولاتی که به حیات و سلامتی شهروندان ضرر میرسانند از جانب شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در دایره نقشه‌های تهیه نموده داخلی اداروی با جلب متخصصان صاحبی در بازار و نقطه‌های سودا سنجش‌های مشترک انجام داده می‌شود. طبق طلبات کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان استحصال به دست آوردن نگهداری همون نقل و با معاملات برآوردن مال و محصولات تمغه نشده همچون جنایت اعتراف گردیده شخصانی با چنین کردار دست زده باید به جوابداری جنایتی کشیده شوند. ولی هستند حالت‌هایی که شهروندان طلبات قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان را نادیده گرفته دست به چنین کردارهای جنایتی میزنند. چنانچه هنگام گذراندن یک قطار چهاربینی اپراتیو جستجویی از جانب کارمندان شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان ولایت سوخت معلوم گردید که در جمعیت دارای مسئولیت محدودی مرکز سودای هما 2015 از جانب شهرمند همراقلوف جمشیدجان قربانویچ با قبول نگهداشت و با معاملات برآوردن مال و محصولات تمغه نشده یعنی در نمودی نوشاکی‌های اسپریتی تمغه نشده که حتما باید با مارک‌های اکسیزی تمغه شوند مشغول میباشد. ضمن از نظرگذرانی انباری که با شهروند همراقلوف جمشیدجان قربانویچ تعلق دارد 46 نامگو در حجم 6489 عدد نوع عرق و کنیاک‌های غنجایششان 0.5 0.7 و 1 لیتر که به مارک‌های باج اکسیزی نگاه داشته شدند یافته گرفته شدند. محصولات مصادره شده در جمعیت دارای مصرف محدود پرندیس از تشخیص گذرانده شد و نشان داد که صفت مشروبات بازگو با طلبات استاندارد دولتی نبوده آن میتواند به سلامتی مردم ضرر رساند. طبق خلاصه متخصص صاحبی ارزش بازاری 6489 عدد نوشاکی‌های اسپریتی عرق و کنیاک‌های تمغه نشده 90835 سومانی را تشکیل داده آن به حیات و سلامتی شهروندان ضررآور میباشد. همینطور تیر گروه نفرانی که میخواستند محصولات بی تمغه را به فروش برآورده از آن فایده به دست آورند خود و کشاده شدن پرونده جنایتی از روی این مسئله یک نوع آگهی به همه آنها است که چنین راه خطای زندگی را انتخاب کردند. با در نظر داشت آنکه در حرکت‌های همراقلوف جمشیدجان قربانویچ علامت‌های ترکیبی ماده 259 علاوه یک کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی استحصال به دست آوردن نگهداری همون نقل و با معاملات برآوردن مال و محصولات تمغه نشده دیده می شود در رابطه با این از جانب شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان ولایت سوخت پرونده جنایتی آغاز کرده شده تحقیقات پیشکی آن ادامه